حسین عبدالصمدов که هفته گذشته با حکم دادگاه عالی تاجیکستان به حبس ابد محکوم شد هنگام مرافعت در دادگاه به 9 اتهام پاسخ داده است. در یک نوار ویدیویی که دسترسی رادیو آزادی شد، این شهروند 33 ساله تاجیکستان درباره آمادگی‌ها و سرپرستان حمله تروریستی تابستان امسال که باعث مرگ 4 سیاح خارجی گردید تفصیلات داد. в глаза не попали никакой турист. Потом Душанбе, Турсунзада, дорогу осмотрели. ما اول شهرهای دوشنبه میخوره را تفتیش کردیم ولی آنجا سیاحی خارجی نبود. سپس شهرهای دوشنبه تورسونزاده را نیز از نظر گذراندیم. آنجا هم سیاحی خارجی به چشم نخورد. بعد این ما راه دوشنبه کلاب را تحت نظارت قرار داده در ناحیه دنقره با گروهی سیاحان دوچرخه سوار روبرو شدیم. آنها 7 نفر بودند. ما اول با ماشین آنها را زیر کرده سپس با کارد مجروح کردیم. از جای حادثه فرار کردیم. И после скрылись с места. Когда это были в Сирии, Ираке. ما در سوریه و عراق بودیم و با گروه دهشت افکن دولت اسلامی سوگند صداقت یاد کرده ایم. وقتی ما به ترکیه برگشتیم، قاری ناصر به ما گفت در بین حزب نهضت اسلامی و دولت اسلامی موافقت در مسئله حمله حاصل شده است. او گفت هدف از حمله به سیاحان خارجی پایین بردن شأن و شرف تاجیکستان در عرصه بین المللی می باشد. حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دست داشتنش در این حمله را رد کرده است، اما گروه دهشت افکن دولت اسلامی نوار سوگند مسئولان حمله را نشر نموده مسئولیت آن را بر دوش گرفته است. حمله به جوانگردان خارجی روز 29 ایول امسال در منطقه سیبستان دنقره رخ داد. در پی آن 4 سیاح کشته شده، 2 تن دیگر جراحت برداشتند. دادگاه عالی تاجیکستان در رابطه با این حمله در برابر حسین عبدالصمدов باز 14 نفر دیگر را از 1.5 تا 16 سال زندان محکوم کرد.